درود و مهر خدمت دوستان عزیزم. من فرهادم و کانال هیر فیت در خدمت شما هستم با آپدیت تاپ تیری احتمالی فیزیک کلاسیک مستر اولمپیا، راموندینو، کریس بامست و وسلی ویزرز. خب اولین ویدیو راجع به راموندینو که تو ساعتی گذشته توی صفحه شخصی خودش آپدیت جدیدی از شرایط بدنی خودش منتشر کرد که به شدت بدنی آماده، کات سرحال، با پوستی فوق‌العاده زیبا و سرحال، کات وحشتناک و حجیمتر از قبل آماده است و یه جورایی شاخوشونه کشید برای تاپ تیری مستر اولمپیا و همینطور اینکه بتونه از عنوان سال گذشته خودش حداقل دفاع کنه و بتونه انتقام شکست آرنولد کلاسیک رو از وسلی بگیره. یکی از اون بدنسازاییه که همیشه توی حالت آماده و کات قرار داره، همیشه فیبر اندامش رو خصوصا سینه سرشونش رو کامل میتونید ببینید با اون سایدهای بزرگ و وحشتناکش کری میخونه برای تاپ تیری مستر اولمپیا. اما از حق نگذریم، وسلی هم فوق العاده آماده است، یه جورایی سودای قهرمانی و بازپسگیری قهرمانی از کریس بامست داره توی فیگور افتخاری که توی یوتیوب شخصی خودش منتشر کرد. بدنی فوق العاده سرحال، آماده و با استایل و فیگورگیری خاص خودش یه جورایی خودش رو آماده نشون داد برای اینکه دوباره شرکت کنه و رتبه هفتمی خودش رو با توجه به پیشرفتی که داشته به تاپ تیری ارتقا بده و بعید میدونم بخواد فعلا امسال قهرمان این رشته بشه، ولی قطعا در سالهای آینده میتونه جزء مدعیا باشه با توجه به حجم و کات و استایلی که داره. فقط مقداری باید توی عضلات پاش بیشتر و حجیمتر به نظر بیاد که بتونه تو رتبه‌های بالاتر سالها ماندگار باشه. فوق العاده بدن زیبایی داره و توی این فیگور افتخاری هم که در کشور خودش گرفت فوق العاده به چشم اومد. بازدید خبری بسیار بالایی داشت و با ورزشکارهای دیگه یه جورایی عرض اندام کرد و فوق العاده با رنگ و قد بلند و حجم و چگالی و فیبر و کات عضلانی بهتر دیده شد و فوق العاده به چشم اومد. اما نکته‌ای که حائز اهمیته، عضلات پشت پاش هنوز اون شکل و شمایل از نمای بغل، حتی اون کات و پهنای پا رو نمیتونیم ببینیم. قطعا این نقاط ضعفیه که باید برطرف کنه و اینکه توی آرنولد کلاسیک تونست رامون رو شکست بده توی باده این اتفاق نیفته، چون رامون هم زخمی و دانیاسوریه که پر از انگیزه است برای شکست دادن وسلی و حتی کریس بامست، چون به هر حال کسیه که بارها پشت سر کریس ایستاده و دوست داره که بالاخره نفر اول این دسته از شاخه فیزیک کلاسیک مستر اولمپیا بشه. اما خب کریس بامست هم که برای چندمین بار میخواد بیاد مقام اول خودش رو تکرار کنه، یه ویدیوی کوتاهی هم منتشر کرد. فوق العاده حجیم و مناسب به نظر میاد و به نظرم میتونه رتبه خودش رو تکرار کنه. حمایت فراموش نشه دوستان. فعلا بدرود.